داریم؟ نه دیگه خودت کات کن دیگه، یعنی مهم نیست تا میزنی شروع کنی. اوکی. تو شروع می‌کنی یا من؟ خب اصلا راجب چی؟ مجموع راههای نرسیدن، یعنی چه راهی رو میریم تاش به نرسیدن ختم میشه. از کجا بفهمیم راه باعث میشه نرسیم؟ از اونجایی که از بس نرسیدیم راههای نرسیدن رو میدونیم. اگه جز اینا نبود میرسیم. اصلا کار میشه. من کلا از بیخ میخوام ببرمش زیر سوال، چرا باید به این فکر کنی که نمیرسی؟ خب اگه قبلا مسیر رو رفته باشی 100 دفعه نرسیده باشی، اون موقع دیگه متوجهی که چرا نمیرسی. خب میدونی من اولیشو مثال بزنم، اولین چیزی که به ذهنم رسید همین فکر کردن به دلایل نرسیدن قبل از شروع یه کاری به نظرم خودش میتونه یه دلیلی باشه برای اینکه اون کارا رو شروع نکنی. چون اگه زیادی راجبش بخوای فکر کنی که مثلا الان اگه این کارا رو من بخوام شروع کنم چی میشه، چه اتفاقی میفته، بعد چیا بشه نمیرسم، امکان داره بترسی اصلا شروعش نکنی. به نظر من اول کاری درود بفرستیم به همه اونایی که میخوان برسن، چون همین که میخوای برسی یه دلیلیه برای اینکه نرسی. یعنی همین باعث میشه که به این فکر کنی که اون مسیری که هست تاش رسیدنه یا نرسیدن. حالا یه زمانی هست ازت میپرسن یه سری مسیرها رو بهت میگن، تو متوجه میشی که این مسیر باعث میشه که برسی یا نرسی. مثلا از قدیم رفتن مشورت میکردن با بزرگترا، بعد می اومدن میگفتن خب خود این بزرگتره که من الان دارم باهاش صحبت میکنم خودش که هیچی نشده، چرا من بیام باهاش مشورت کنم؟ خب قطعاً اون مسیرهایی که به نرسیدن ختم میشه رو رفته، یعنی اون نرسیده، اون بهتر میتونه کمکت کنه. اگه یه نفر بیاد بهت نشون بده چه مسیرهایی باعث میشه نرسی، تو اون موقع تازه یه شناخت پیدا میکنی نسبت به مسیرهایی که باعث میشه برسی. چون عمدتاً مسیرهایی که باعث میشه برسی خودمونی باشیم، آره دیگه راحت باشیم. نزن رو میز، صداش میره. زدم رو میز؟ آره. خب بعداً باید اینجا چک کنیم ببینیم صدا چجوری میاد و اینکه میخندیم صدا چجوری میاد. فکر کنم خیلی ناهنجار خندیدیم. در کل اونایی که نرسیدن بهتر میتونن آدمو کمک کنن. یعنی من مسیری که بهش برسم خیلی ناشناخته تر از مسیری که نرسم، چون 99% از اطرافیانمون نرسیدن، یعنی همه شناختو دارن. حالا یه سری هم هستن که فوبیای نرسیدن دارن، یعنی اصلا نرفته. یعنی تو با دو مدل آدمو صحبت کنی نتیجه بهتری بهت میده، یکی اونایی که نرسیدن، یکی اونایی که اصلا نرفتن که برسن. خیلی اینا بیشتر میتونن کمک کنن تا اونایی که رفتن رسیدن. حالا نظر تو راجع به اونایی که رفتن رسیدن چیه؟ اونا چی میتونن به ما یاد بدن؟ راجب اول قبل از اینکه جواب تو بدم، این چیزی که گفتی منو یاد یه جمله انداخت که کسایی که خودشون توی زمینه موفق نمیشن اون علم و حرفه رو یاد میدن. یعنی معمولا کسایی که به جایی نرسیدن آموزش میدن. برای همینه که مثلا خیلی به من میگن چرا ادیتی چیزی، چرا آموزش ویدیو آموزشی اینا نمیذاری؟ به خاطر اینه که به جای اینکه بخوام به این فکر کنم چه جوری آموزشش بدم، اول دارم به این فکر میکنم ازش نتیجه بگیرم. چون یه سریا هستن خیلی ها رو میبینی که مثلا خودشون نمونه کار یا مثلا رزومه قوی ندارن ولی دارن الان آموزش میدن. شاید تو اون آموزش دادن موفق شدن، یعنی با اون آموزش دادن رسیدن ولی نه با حرفه. خب ببین یه چیزی به ذهن من رسید. به نظر من اونی که آموزشو میخواد شروع کنه میخواد اول به خودش ثابت کنه که بلده، یعنی میخواد یه حس خوبی بگیره. حالا میتونیم این زاویه بهش نگاه کنیم که تو میدونی بلدی، یعنی میدونی که این رو میتونی انجام بدی. نه جدایی از این که میخواد به خودش حس خوبی بده، کلا این فکر کنم یه ضرب المثل معروفیه، مثلا من برای کجا کلا حرفایی که ما اینجا میزنیم، اتفاقا من راجع به همین داشتم فکر کردم قبل پادکست. ضرب المثل رو نمیخوای بگی؟ همون حالا اونم میگم. اول دسته‌بندی کلی پادکست یه ضرب المثل نمیدونم. حالا اونایی که به جای رسیدن خب ضرب المثلی که گفتم همین بود که گفتم. چی گفتی؟ که اون کسایی که معمولا خودشون به اون چیزایی که میخوان نمیرسن، ضرب المثل یه جمله است. بعد اینو میخواستم بگم راجع به پادکستامون که ما اصلا هیچ اطلاعات خاصی از جایی نداریم. نه اصلا قرار نیست که تو معرفی کنیم. حرفامون رفرنسی به جایی نداره. خودمون دکتر و مدرکی چیزی هم نداریم، مطالعات هم زیاد نداشتیم. فقط به عنوان 2 تا آدمی که زندگی رو تجربه کردن. آدم هست. خب
دو تا آدمی که زندگی رو تجربه کردن فقط نظر شخصی خودمون رو میگیم. دو تا آدمی که تا صبح قیامت نرسیدن. آره. خب مثلا تو این موضوع ما نرسیدیم جفتم. آره نرسید. یعنی همه مدل هم نرسیدیم. یه موقعی قبل از شروع مسیر نرسیدیم، یعنی اصلا به مسیر نرسیدیم. یه موقعی به مقصد نرسیدیم، یه موقعی کلا اصلا نرفتیم که بخوایم برسیم. در هر صورت نرسیدیم. همینه، یکی از همون که اول گفتم، یکی از دلایلی که تا الان نرسیدیم شاید مثلا بعد از این همه نرسیدن تجربهمون خیلی رفته باشه بالا، ولی در کنارش ترسمون هم رفته بالا. آره دیگه، یه زمانی هست که تو میخوای شوت کنی، یه ذره روبروی میکروفون صحبت. یه زمانی هست که مثلا شما میخوای شوت کنی بره توی دروازه، میری شوت میکنی مثلا 20 تا میزنی همش میره اوت، همش هم متوجهی که چه جوری شوت زدی و رفته اوت. حالا بعد از اون دو تا اتفاق میفته. یکی این که تو دیگه اصلا شوت نمیکنی برای اینکه اون ته ذهنت میاد که توپت میره تو اوت. یه زمانی هم هست که از اون قبلیا استفاده میکنی، شوت بعدی که میکنی بره توی گل. حالا اینجا دیگه قدرت توئه که نشون دهنده اون استفاده از تجربیات قدیمته. یعنی تو میری کتاب میخونی، میری صحبت یه دکتری هم گوش میدی، میری از یه مرجع تحقیق هم میکنی، ولی تا زمانی که شما خودت شوت نکنی به سمت دروازه متوجه نمیشی که چه شکلی توپه میره اوت. پس به نظرم بیاین 100 تا شوت اولیه‌تون رو یه طوری شوت کنید که بدونید چه جوری میره اوت. اصلا نیاین به این فکر کنید چرا نرفت تو گل. من بیام به این فکر کنم که آقا میزنم میره تو اوت، خب این دلیل X و Y دلایلی هن که باعث شد تو با من رفت تو اوت. خب همین باعث میشه که تو دیگه اوتو بشناسی. آدمی که اوتو بشناسه مثل نیافتادن تو تله است. تو وقتی بیفتی تو تله ولی بیای بیرون، اون موقع است که میتونی تله رد کنی. یه سری هستن کلا وای میسن نگاه میکنن تله رو، قبول داری؟ یعنی میگن آقا جلو تله است نرو. یه سری هم میگن اگه بری میافتی. یه سری به این فکر کنن که چجوری رد کنن. ولی آدمایی که تجربه کردن، آدمایی که رفتن توی تله افتادن، گاهی اوقات تله رو رد کردن، گاهی اوقات ترسشون باعث شده به سمت تله نرفتن، یعنی همه نوع جنس اون تجربه رو دارن. خب اونا خیلی بهتر میتونن منو کمک کنن تا اون دکتری که فقط اومده کتاب خونده. بزرگترین ریسک زندگیش اینه که یه کاری رو روش سرمایه گذاری کرده. خب اون نمیتونه بیاد به منی که ببین الان زندگیامون طوری شده که تو اون لحظه‌ای که من دارم به این صحبتی گوش میدم 700 تا صحبت توی ذهن خودم داره، ناخودآگاه و خودآگاه هم اصلا دیگه تعدادشون زیاد شده. اصلا میبینی ناخودآگاه من شده 15 نفر دارن با همدیگه صحبت میکنن. خب پس من نمیتونم به قول تو بیام از روی یه رفرنسی بخونم تو هم گوش بدی و بری موفق شی. خب پس یه نتیجه گیری کنیم از اولش تا الان. یکی از چیزایی که کمک میکنه نرسیم اینه که تجربه‌مون رو ببریم بالا ولی ترسمون رو کنترل نکنیم. رفته باشیم. ترس رو کنترل نکنیم که اون تجربه ها باعث بشه ما بترسیم، این میشه نرسیم. یه چیز دیگه هم به ذهنم رسید. ببین ما الان تقریبا 5 ماه یا 6 ماه میخوایم پادکست رو ضبط کنیم. خب چرا ضبط نمی‌کردیم؟ برای اینکه فکر می‌کردیم اگه نرسیم دیگه، یکیش اینو که راجع بهش صحبت کردیم. یه دلیل دیگه هم به ذهن من رسید. یه دلیل دیگه‌اش اینه که ما فقط ایده پرداز بودیم. چی میگن اصطلاحشو نمیدونم چیه، عملگرا نبودیم. یعنی همین الان هم که نشستیم الان ضبط کردیم یهو اومدی تو اتاق گفتید ضبط کنیم. این یعنی عملگراییه. یعنی تا این عملگرایی رو نداشته باشیم نمیرسیم. خیلی جاها من اعتراف میکنم که ما عملگرایی نداشتیم. من تا ثانیه آخرم اگه دقت کنی گفتم بیا بشین میکروفونمون رو روشن کنیم بعد حتی موضوع بهت بگم، چون احساس کردم که جنس ما خیلی باید ببخشید میگم موضوع تا ثانیه آخر بهت نگفتم چون حس میکنم فکر کردم بهش باعث میشه خوب در نیاد. جنس ما نه اصلا بحث خوب در نیامدنی نیست. ما آدمایی هستیم که انقدر راجع به شروع یه کاری فکر میکنیم دیگه اصلا شروعش نمیکنیم. اصلا یه چیزی هست میگن که شما اگر تجسم کنی یه اتفاقی رو بارها ذهنت فکر کنه اون برات اتفاق افتاده. یعنی دیگه اون نیرو رو به تو نمیده که تو بری کارو انجام بدی. مثلا من به این فکر کنم که یه شغل خیلی خوبی داشته باشم، شروع میکنم اون شغل خیلی خوب رو تصور کردن. خیلی هم میگن تصویرسازیه و باعث میشه برسی، ولی از نظر من ذهنیت اونطوری میشه که انگار تو اون دیگه اونو داری. آماده سازی ناخودآگاهت. آره حس میکنه تو داری دیگه، اصلا دیگه نمیذاره تو بری سمتش. اون اراده از سمت ذهنیت میاد دیگه. الان ما بارها این صحبتایی که قرار تو پادکست بکنیم با هم دیگه کردیم.
تو ذهنم حس میکنه انگار پادکست رو داریم میسازیم. دقیقاً دوپامینا زده دیگه. آره همین باعث میشه که من میگم واقعا من خودم خیلی پادکست گوش میکنم، یعنی فکر نمی کنم کسی به اندازه من پادکست گوش کنه. به خاطر همین جنس گوش دادن از نظر من باید تجربی باشه، یعنی من چیزی که به تو میگم تو داری گوش میکنی اون اتفاقه باشه. یعنی یه جوری ساده ترش بخوام بکنم میام میگم مثلا یه فیلسوفی توی کتابی گفته که ببین دارم من یه شخصیت دیگر رو میگم، خودم از اون اتفاق مطمئن نیستم. مثلا میام میگم که آقا گفتن که شما میخوای سرمایه گذاری کنی همه مثلا تخم مرغاتو تو یه سبد نذار. خب حالا یه نفر نشسته خیلی خودمونی داره من میگه آره من توی بورس بودم 15 تا نمادو خریداری کردم، بعد یکی دیگه میگه تو این کارو کردی من 100 میلیون داشتم همه رو مثلا یه نماد خاصی رو خریدم بعد پولم از بین رفت. کسی نمیخواد چیزی به تو یاد بده ولی تو ناخودآگاهت اینو یاد میگیری. بعدن اگه بری توی بورس، حالا بورس رو مثال میزنم یا هر چیزی، اون موقع است تو ناخودآگاهت میره سمت اون صحبتی که شد دیگه. هر چقدر پول داری نمیری بذاری روی نماد. یعنی ما هم میخوایم جنس پادکست اینجوری باشه، قرار نیست چیزی به کسی یاد بدیم. ببین در هر صورت آدما به نظرم محکومن به این که اشتباه کنن. خب حداقل فایده استفاده از تجربه بقیه اینه که تو حداقل اشتباههای اونا رو نمی کنی. بعد اگه مثل یه گیم تصور کنیم زندگیو، تو مثلا تا لول 12 و از یه نفر نگاه میکنی اشتباه اونو تکرار نمی کنی، از اونجا به بعدش رو حداقل اشتباههای خودتو میکنی، نه اینکه اشتباههای تکراری دیگران رو تو هم انجام بدی. اینش خیلی خوبه. بعد یه چیزی هم که میخواستم راجب همین پادکست رو بگم، راجبش فکر کرده بودم، این بود که درگیر کلمات یا اینکه یه مسئله‌ای به چی ربط داره نشیم. خیلی به خود اون موضوع اون اتفاق تمرکز کنیم. مثلا همین که گفتی یه نفر اسمشو میذاره ناخودآگاه، یکی اسمشو میذاره اینکه انرژی بفرستم که یه چیزی بیاد سمتم. همه اینا به نظرم یه چیزه، فقط کلماتش با دیدگاه ها و اعتقاداتش کارما و کائنات و انرژی به نظرم اون کسی که زیاد به یه چیزی فکر میکنه، به رسیدن یه چیزی فکر میکنه، اون خواستشو وارد ذهنیت ناخودآگاهش میکنه. بعد چون قدرت ذهنیت ناخودآگاه بیشتر از اون خودآگاه هست، پس یعنی در طول مدت بیشتر داره با اون خواستش فکر میکنه، داره ذهنشو تمرین میده متمرکزتر باشه رو هدفش، به خاطر همین میرسه. حقیقت هم داره. حالا یه سری اسمشو میذارن متافیزیک و معنوی و اینا، یه سری اسمشو میذارن چیزهای مختلف روانشناسی و اینا، ولی در هر صورت جواب میده این چیز. پس درگیر کلمه ها و جمله ها نشیم، اون تجربه رو، اون روشه رو به نظرم پیدا کنیم. به نظر من ذهن که داره تصویر سازی میکنه، داره یه ارتعاشی به سمت ما میفرسته، این تک بعدی نیست. ببین خیلی از ویژگی های آدما مثل اعتماد به نفس، مثل غرور، مثل شادی، مثل هیجان، استرس، یه سریا میان میگن هورمون ترشح میشه، یه سریا میگن ارتعاشه، یه سریا میگن ناخودآگاه، باور، ایمان، هر چیز. ولی ما نیاییم تک بعدی به این فکر کنیم. من حتی زمانی که میخوام تصویر سازی کنم، خب کل اون ذهنیتم درگیرشه. یعنی توی تصویر سازی من باوره هست، خلاقیت هست، آرزوه هست، تجربه هست، همه اینا هست. بیایم قبول کنیم که کل زندگیمون چندین بعد داره و شروع همش تاریکیه. شروع همش اینه که ما یه سری چیزای ناشناخته رو باش درگیریم. پایانش هم همینه. به نظرم اینجور موضوعایی که خارج از موضوع صحبتمونه یهو پیش میاد، خیلی عمیق راجبش حرف نزنیم. آره. یه جا بنویسیم توی اپیزود دیگه راجبش. آره توی اپیزود دیگه. در کل برگردیم به بحث خودمون که چه مسیرایی باعث میشه که نرسیم. ما زمانی که میخوایم بپرسیم همیشه میگیم چیکار کنم، چطوری انجامش بدم، میتونم. ببین همه این فعلای مثبته، ولی بازم میگم شروع هر اتفاق منفیه، شروع هر اتفاق تاریکی و ابهامه. خیلی دوست دارم که یه اپیزود مفصل راجع به ابهام صحبت کنیم. ابهام خیلی عمیقه،
یعنی خیلی از قسمت‌های زندگیمون رو درگیر میکنه. الان نمیخوام راجع بهش صحبت کنم، ولی میخوام بهتون بگم زمانی که میخوایم برسیم باید بدونیم چه مسیرهایی باعث میشه نرسیم، چون قراره که 90% بچه‌ها نرسیم. اگه قرار بود که 90% برسیم که همه میرسیدن. اگه قرار بود پیچیدگی و چالش نداشته باشه، روشن باشه، سفید باشه، خوشگل باشه، که همه میرسیدن. همه اینا نیست. بیایم سوالمون رو عوض کنیم. اگه چیکار کنم باعث میشه نرسم و به رسیدن فکر نکنیم، این خیلی باعث میشه که انرژیمون بهتر بشه. ببین من یه مسیر رو میخوام وارد شم کاملا جدیده، یه مسیر رو میخوام وارد شم که تاریکه، قراره خودم چراغ بذارم تو اون مسیر. بچه‌ها فکر نکنیم یه مسیر سرسبز از جاده چالوس قراره تو ذهنم برسم. نبودن بزرگا قرار نیست که من، ببین الان حالا یه تصویر زمینه جلوی منه، همه جا سرمه‌ای، یه توی ابرا یه جایی هست که نور زده سبزه. اصلا دوست ندارم اینو تصور کنم. من دوست دارم که بگم همه جا سیاه و سرمه‌ایه، من خودم قراره این سبزا رو بسازم که رفتم تو مسیر غافلگیر نشم. اینجا کجاست؟ چرا اصلا جلو معلوم نیست؟ نکنه مشکل از منه؟ دیدی گفتم نمیرسم، حالا تو این تاریکی چیکار؟ اصلا به اینجور چیزا فکر کنی بدتره. مسئله اینه که از تاریکی فرار نکنی، بشناسیش، قبولش کنی، بپذیریش که این تاریکی وجود داره، بتونی ازش رد شی. اصلا نمیتونی نپذیری تاریکی. آقا واقعیت میشه نپذیری، میشه فرار نمیتونی بری. اکثر اینایی که فرار میکنن نمیخوان قبول کنن این تاریکیه رو. من داشتم توی یه اتوبان رانندگی میکردم، شب بود، همینجور داشتم از خودم میرفتم، بعد یکی کنار من نشسته بود، یه دفعه گفتش که ای بابا یه چراغ نمیخوان تو این اتوبان روشن کنن، چه وضعی فلان. ببین من اون مسیر رو داشتم میرفتم، مسیری بود که خیلی قشنگ داشتم میرفتم، ماشین میومد رد میکردم. از زمانی که اینو انداخت توی ذهنم که ای بابا 4 تا چراغ روشن کل ذهن من رفت تو این که تاریک مسیر، یا خدا نرم تو جدول، نرم الان میرم تو چاله، الان میزنم ماشین آدم نپره، حیوان نپره. یعنی ذهن من دیگه تا آخر مسیر کل ذهنم به این بودش که آقا من میرسم به مسیر، ولی قبلش که اگه بهش فکر نکنم برم جلو، اینو خیلی بهتر در میاد. پادکستمون ولی همینه ها، اصلا قرار نیست فکر کنیم، فقط ببریمش جلو. الان گفتی وای نستیم به نظرم. الان همین چیزی که گفتی من فکر کنم یه ذره بگذریم، تو یه چیزی میگی بعد من نتیجه گیری میکنم. الان مثالی که زدی مثال قشنگی بود برای تاریکی که بخوایم بگیم یکی از مانع نرسیدن، یکی از چیزایی که به نرسیدن کمک میکنه اینه که فقط تمرکز کنی روی تاریکیه. حالا طبق همین مثالی که زدی من خودم تو تاریکی رانندگی میکنم، به جای اینکه به تاریکی تمرکز کنم چشمو میندازم رو خط بین جاده ببینم کجا میپیچه باش بپیچم، کجا نه. یعنی تمرکز میکنم به نقطه روشنای توی تاریکی که راهمو پیدا کنم. یعنی اگه بخوام محو تاریکی روبروم بشم که کلا راه گم میکنم میرم تو گاردریل. یه چیز دیگه ای هم که به ذهنم رسید برای اینکه کمک میکنه به نرسیدن، ترس از تغییره. خب بیایم قبول کنیم تمام انسان‌ها، حتی اونایی که شجاعن، از تغییر میترسن. تغییر درد داره. حالا اونا دلایل اینه که برای چی میترسن، ولی این حقیقت وجود داره که همه از تغییر میترسن و اون کسی که بخواد تغییر کنه تمام تلاشش و روحش و مغزش میذاره که اون تغییر انجام نشه، چون همه چی رو آدم دوست داره استیبل باشه، همون جوری باشه. حتی اگه تو یه هدفی رو خیلی میخوای بهش برسی و برای اینکه بخوای بهش برسی باید تغییر بدی یه چیزی رو، ولی بازم قدرت ترس تغییره از هدف تو بیشتره. پس اینجا اونایی که از تغییر نمیترسن فقط اینجوری نیستن که ترسش وجود نداشته باشه. به نظر من آدمای شجاع آدمایی هستن که مقابل ترسشون وای میستن، یعنی مقابل این ترس تغییره وای میستن و خودشون رو تغییر میدن یا شرایطشون رو تغییر میدن. این کمکشون میکنه، ولی تو همه وجود داره این ترس. به نظر من همین بحث قبول کردن هستیه بچه‌ها. ناخودآگاه شاید بچه آره نه منتظر بودم تیکه کلام ناخودآگاه توضیح بدیم که چرا میگی بچه‌ها؟ نه چون به خاطر همون بچه‌ها نه ناخودآگاه اینو باور باید داشته باشیم که یه سری چیزا توی زندگیمون درد داره
و اونایی که درد داره دور هم جمع میشه و باعث رسیدن میشه. یه سری چیزا نیست، کل زندگی به نظر من درده، ولی تو انتخاب میکنی چه مدل دردی. هر کسی یه سری چند تا چیزشو برمی‌داره دیگه. یعنی تو یا درد تغییر رو میپذیری، مثلا اگر چاقی لاغر شی، اگر لاغری چاق بشی، دردشو میپذیری که باید بری باشگاه، نمیدونم تایمتو عوض کنی، تغذیه‌تو عوض کنی، یا این درده رو میپذیری، یا اینکه یه درد بدتری رو باید بپذیری بعدش به خاطر نمیدونم اون تناسب اندامت که نداریش آزار ببینی، به خاطر نمیدونم چیزایی که نمیتونی تغییرشون بدی یا ترکشون کنی باید آزار ببینی. پس بالاخره باید اون درده رو بکشی. به نظرم باید آدم هوشمند باشه تو اینکه چه دردی رو انتخاب کنه برای کشیدن. به نظر من درد جنسای مختلفی داره. الان بیایم به این نگاه کنیم که من مثلا میخوام برم شکممو سیکس پک درارم، درسته؟ اگه من شروع کنم حرکاتی که برای اون لازمه و در کنارش رژیم غذاییمو بگیرم که بتونم اتفاق بدم، اون یه درده. ولی اگه اصلا نرم انجامش بدم، بعدم به این فکر کنم که من چقدر آدم ناتوانیم، اونم یه درد دیگه است. این درد مال جسم، اون درد مال روحته، مال ذهنته. حالا شما راحت تر میتونی جسمتو قوی تر کنی، ولی روحتو اگه ضعیف کنی، ذهنتو اگه ضعیف کنی، خیلی سخت میتونی اونو برگردونی. پس بیاین دردایی که میخوایم قبول کنیم بیشتر مال جسم باشه. آقا تو مسیرم میخوای بری، مثلا همین تغییری که گفتی، خب تغییر خیلی درد داره، چون تغییر شکل گرفته از مجموعه از عادت‌هاه. تو باید عادتاتو عوض کنی. مگه این راحتیه؟ خودآگاه تو کامل عوض کنی. کامل. اصلا شما حساب کن که من هر روز ساعت 5 مثلا میرم قهوه خونه. خب خیلی سعی کردم این مثالی بزنم که خیلی بد نباشه، ولی مثلا میرم قهوه خونه. بعد قراره که بعد از 6 سال پیاپی ساعت 5 رفتم قهوه خونه، ساعت 5 برم باشگاه بدنسازی. نه تو رو خدا انتظار داری که هیچ اتفاقی واسط نیفته، جسمت که اصلا خط روش نیفته، ذهنت هر روز اگه رو به پن بشکن بزنه بگه آخ چون بدنسازی چقدر خوب شد دیگه نمیرم قهوه خونه. خب این نیست. اتفاقا درد به نظرم ذهن بیشتر از درد جسم است. یعنی اون موقعی که میخوای خودتو راضی کنی که هر روز پاشی بری باشگاه، اون موقع ذهنت بیشتر اذیتت میکنه تا جسمت. اکثرا من خودم همین جوریم، ذهنم سرویس میتونیم فوش بدیم سرویس میکنه به خاطر بچه ها نه. خیلی میخوایم جامعه آماری گسترده. الان 2 میلیون نفر حداقل دارن پادکست ما رو گوش میکنن. خب چی داشتم میگفتم؟ مهم نیست. من خودم میخواستم برم باشگاه. قبل باشگاه 1 ساعت قبلش مغزم شروع میکرد حالا امروز رو نرو، چی میشه مگه فردا برو بجاش. ببین انقدر فشار می آورد که میگم از این فشارا دردم میگرفت، نمیرفتم اگر مثلا قرار بود نرم. نه اینکه تو باشگاه برم به فشار جسمی بیاد. هر باری که جلوی ذهنم وایسادم، جلوی مغزم وایسادم، پا شدم رفتم باشگاه، بعدش خوشحال بودم. چون هر بار میدیدم که نه اصلا اون چیزایی که ذهنم بهم میگفت اتفاق نمیافتاد. اتفاقا خیلی انرژیای اضافی رو دفع کردم. نمیدونم از خودم راضیم که به برنامه‌ام رسیدم، بعدش خیلی راضی بودم. پس یعنی اون فشاره اونقدر نبود رو جسمم، فقط فشاره رو ذهنم بود. چرا؟ چون نمیخواست تغییر کنه. یه چیزی بگم که حالا بازم تو این موضوع زیاد نمیخوام صحبت کنم. داستان ذهنه. ما وقتی که به دنیا میایم جسممون طی گذر روزها و ماه‌ها و سالها رشد میکنه. نمیتونیم یه کاری کنیم رشد نکنه، ولی ذهنمون و خودمون باید رشد بدیم. یه بچه به دنیا میاد، شما حساب کنید که مثلا 1 دقیقه است به دنیا اومد، درسته؟ حالا اینو ما میایم میذاریم کنار، میذاریم توی اتاق کاملا سربسته، فقط به این غذا میدیم، آب میدیم، اون چیزایی که نیاز داره که جسمش رشد کنه، و هیچکس باهاش صحبت نکنه، هیچ ارتباطی. مطمئن باش تو 60 سالگی حتی صحبت کردنم یاد نمیگیره، ولی رشدشو میکنه. یعنی حتی ما اگر 1 هفته بهش غذا هم ندیم باز رشد میکنه و بعدش دیگه میمیره. ولی ذهن ما یه ذهنیه که دوست نداره رشد کنه، دوست داره که بمونه اون تو، همش خیالش راحت، فقط اون پالسایی که جسم نیاز داره رو سمت ما بفرسته. فقط بگه گشنته، تشنته، خوابت میاد، فقط میخواد زنده بمونی. آره اصلا کلن انسان واسه بقاست.
بقا که بدنسازی نمیخواد، بقا که آموزش نمیخواد، بقا که کتاب خوندن نمیخواد. بقا میخواد تو غذا بخوری، غذای خوشمزه تر، میخواد بخوابی، خواب بیشتر، آب بیشتر. یعنی اصلا تو هر چقدر اینا رو بیای خوراکای مغزی تو ببری سمت و سویشو برای رشد جسمت، خب اون مغزه همینجوری میمونه، حاکم میشه اون. یه چیزی هست که دیگه این خیلی سطحش بالاست. اونایی که مثلا میخوان عارف و فیلسوف بشن، مثلا میگن شما برو یه جای خیلی سرد، آبم نخور، غذا هم نخور، ارتباط هم نگیر، هر چی که ذهنت میگه که جسمت نیاز داره رو برعکسش انجام بده. چرا که ذهنم تربیت شه. به نظرم ذهنم خوب عضله است دیگه. تو هر چقدر بهش فشار بیاری، عین مثلا جلو بازو، هر چقدر تو یه چیزی بهش فشار بیاری اون بخشش قوی تر میشه. بعد پس یه ذره پیشرفته تر راجبش صحبت کنیم که یکی از چیزایی که باعث میشه نرسیم ترسه. خب پس حالا چی میشه که جلوی ترسامون وایسیم؟ یکی از راهاش به نظرم همون فکر کردن به نتیجه تغییر است. اگه قراره تغییر کنیم به این فکر کنیم که اگر تغییر کنیم چی میشه. پس یه راه نرسیدن چی میشه؟ یه راه دیگه ای نرسیدن کمک میکنه به نرسیدن. به نظرم اینه که بیایم خودمونو از فکر کردن به نتایج خوبی که قراره بگیریم محروم کنیم. اینکه نیایم به نتیجه های خوبی که میخوایم بگیریم فکر کنیم. مثلا اگه من میخوام برم باشگاه، نیام به این فکر کنم که قراره بدنم فیت بشه، سلامتیم بیشتر بشه، به این چیزا فکر نکنم، در عوض فقط به این فکر میکنم که تغییر نکنم و تهش هم هیچ نتیجه‌ای نمیده. ببین من یه مشکل بزرگی که با تصویرسازی دارم اینه، ما میایم اون لحظه‌ای که نتیجه گرفتیم رو تصویرسازی میکنیم. الان مثلا من میخوام برم کیش، بعد بیام تصویرسازیمو کنار ساحل بکنم توی هتل 5 ستاره. خب بعد اون مسیر چی؟ چرا اصلا به اون مسیر فکر نمی‌کنم؟ چرا توی تصویرسازیم هیچ کس نمیاد تصویرسازی کنه که از روز دوشنبه ساعت 2 شروع میکنم آموزش دیدن، میایم تصویرسازی میکنیم، میلیارد داره SMS میاد. خب پس اون مسیره چیز ناشناخته است، چیز ناشناخته باعث میشه ترس بیاره. الان همین ذهنه که گفتی باید تربیت کنیم، خب ذهن من ناشناخته است برام، چیز عیانی نیست، ولی بازومو دارم میبینم، بازومو میدونم که آقا جلو بازو هالتر، جلو بازو دمبل، جلو بازو سیمکش، ولی ذهنمو نمیبینم. بدتر از همه 8-9 میلیارد آدم داریم زندگی، 8-9 میلیارد ذهن متفاوت مثل اثر انگشت متفاوت، ولی هممون بازومون یه جوره، اون نحوه اون شکل بازومون یه جوره، هممون جلو بازو بزنیم بعد یه مدت، حالا کم و زیاد داره ولی همه اون شکل میگیره، زمانش فرق داره ولی نتیجه رو میده. خب من دارم احساس میکنم مثلا میگم دم کرده عضلم. خب بیای فقط به اون نتیجه فکر کنی، خب مثلا نتیجه شاید بدنت 2 سال دیگه 3 سال دیگه جواب بده. بعد چجوری میتونی ذهنتو نگه داری برای 2-3 سال آینده که اون موقع تازه نتیجهشو ببینی؟ من یه چیزی اینجا روی این تابلو روبرو خودم نوشتم که البته معلوم نیست داری که اینجا اون پایین نوشتم فقط روی هدف حساب باز نکن، از مسیرت لذت ببر. به نظر من اونی که بعد از 3 سال یه بدن خوب، حالا ما همش داریم باشگاه رو مثال میزنیم چون میخوایم فقط منظور رو برسونیم، همه چی رو در بر میگیره. به نظرم اون کسی که بعد از 3 سال اون بدن متناسبش رو میبینه، اون چیزی که میخواد و میبینه بهش رسیده، از دونه دونه دنبلایی که زده لذت برده. وگرنه اصلا نمیتونسته 3 سال اینو ادامه بده. دیدی یه سری اصلا مریض مثلا ورزشن یا مریض کار کردنن، انگار معتاد شدن بهش. خیلی آدم به نظرم میتونه اعتیاد خوب داشته باشه، بعد اون اعتیاده، اون لذت بردنه از اون دنبل زدن. من خودم الان 1 ماه باشگاه نرفتم، قشنگ احساس میکنم هر روز که بیدار میشم از روز قبلیم کسلترم. چرا؟ چون حس میکنم یه چیزی کم داره الان زندگیم، 1 ماه نرفتم باشگاه. بعد این اون لذتی که
اون موقع برای خودم ساخته بودم که مثلا من 3 صبح پا میشدم میرفتم حال میکردم با اون تایم باشگاهم، با اون درد بعد تمرینم حال میکردم، اینا باعث شده که الان بعد از 1 ماه من این حس و نسبت به مثلا باشگاه رفتن داشته باشم. نکته‌ای که الان من از صحبتت فهمیدم اینه که هر چی که ذهن ما بخواد و بهش پا بدیم این حالمون رو بعداً بدتر میکنه. یعنی تو حساب کن ذهنه میگه نرو باشگاه، تو نرو باشگاه، همون ذهنه یه دهنی از تو سرویس کنه. پس ما الان باید متوجه این باشیم که هر چی که اون میخواد، ببین اون فقط اصلا فکر کنی ذهن یه کرمه. یعنی همش میاد به تو میگه آقا دست نزن به این، دست نزن به این. تو اگه دست نزنی میاد یه چیزی میندازه تو، اگه دست میزدم چی میشو، حالا که دست نزدم ای بابا فلان. دست بزنی میخواد یه کاری کنه که دوباره دست نزنی. اصلا ساده ترین مثالش میشه اینا. بعدن میایم حالا میریم تو همون داستان بدنسازی. آقا داره به تو میگه نرو، تو نرو. ببین همون یه هفته بعد همون نمیاد بگه وای آی دیگه نمیتونی کار کنی. چرا؟ میخواد اول نری بدنسازی که سر حال نشی، که نیای کار کنی، نیای آموزش ببینی، 5 صبح نری کو. یه جایی داره شروع میکنه. ببین من الان یه چیزی میخونم، مثلا میبینم که روی کیبوردم حالا کنترل و ویندوز و آلت و شیفت و کپس لاک و همه تب و نمیدونم همه اینا کنار همن. تا حالا تو اومدی به این مثلا فکر کنی که کنترل سمت چپ پایین کیبوردمه؟ نه. ولی اومدی کنترل زدی، کنترل دیدی، کنترل زدی، این ذهن خودش برداشته. ببین با چه موجود عجیب غریبی ما اصلا روبرویم. یعنی ذهن ما با توجه به شرایط و حال و روحیه‌مون میاد یه سری دلایل میذاره جلوت که یه کاری رو انجام بدی، بعد اون موقعی که میخوای انجامش بدی به خاطر سختیاش بهت میگه انجام ندی. پس یعنی ما ذهن استیبلی اتوماتیک نداریم از اول. فکر میکنم تمام آدما همینجوری باشن. ذهن هیچ کس به نظرم استیبل نیست. همه آدما یه درصدی مودی بودن دارن. حالا یه سریا مودی ترن. چرا؟ به خاطر اینکه به ذهنشون خیلی دیگه بیشتر بها دادن، هر چی ذهنشون گفته انجام دادن. به خاطر همین الانش هم ذهنشون میگه برو باشگاه، بعد یهو به همه میگن من میخوام برم باشگاه، بعد پس فرداش میگه من دیگه نمیرم باشگاه، میخواد بره سر کار، یهو دیگه نمیخواد بره سر کار. میدونین پای تصمیما نمیذاره وایسی. به نظرم راه این که جلوی این مودی بودن رو بگیری، جلوی این که انقدر مسیرتو تغییر بده ذهنتو بگیری، اینه که یک بار بیای برای یک تصمیمت تکلیف خودتو مشخص کنی، بیای با همون سیاهیایی که تو گفتی خودتو آشنا کنی، اونا رو بپذیری، اونا میشه نقطه ضعفات، اونا میشه ترسات، اونا رو بنویسی یه جا. بعد اون فایده هایی هم که میخوای مثلا میخواد گیرت بیادم بنویسی یه طرف دیگه. بعد با توجه به تموم این بررسی ها میای از قبل اینکه ذهنت بخواد با توجه به شرایطت این تصمیم گیری ها رو کنه، تو خودت میای تمام شرایط رو میذاری جلو خودت. بعد یه بار برای همیشه تصمیم میگیری آقا من میخوام این کار رو انجام بدم. پس به همه چیشم فکر کردم. میگم این زیادی هم نباید این فکر کردن طول بکشه که همین تصمیم گیری باعث بشه اصلا تو اون کارو فقط وضوحو ببر بالا. بیای برای خودت یه چیزی رو شفاف کنی که آقا من با وجود تمام مشکلات این مسیر میخوام این کارو انجام بدم. حالا از فردا مغزم اومد منو جر بده که آقا اینو انجام نده، من میگم این تصمیمو من گرفتم. خب خدا رو شکر هم یه درصد لجبازیتی هم دارن. اون لجبازیت رو جلو خودت بذار. لجبازیت درسته؟ احتمالاً سوم شخص پهن میگم رفرنس نداریم، ولی چیزایی رو داریم میگیم که تجربه کردیم. حتی من خودم دارم میگم الان این وایس رو دوباره از اول گوش بدم، حرفای درسایی تجربه هایی که من قبلا باهاشون روبرو شدم ولی شاید همین الان خودم یادم رفته بود، داره بهم یادآوری میشه. اصلا ذهنت واسه همین نمیذاره پادکست بگیری. به نظر من بیایم این اپیزودو جمعش کنیم. یه چند تا چیز من بگم. اولش من گفتم که آقا شناخته شده نیست، تاریکی، سیاهی، تو گفتی استیبل نیست، تو ادامهش همه ایناست که باعث میشه نرسیم. خب
من یه مثال بزنم و این موضوع رو جمع کنیم. ببین این بیس تموم اپیزودایی که ما قراره بسازیم. اول اینو میتونی یادت بمونه حرفی که میخوای بزنی؟ آره. یه چیزی الان تو اومد تو ذهنم، مثلا همین الان به ذهنم رسید که الان 35 دقیقه است، بعد حس میکنم برای پادکست بعدی نکنه صحبت نداشته باشیم، نکنه همه تجربیاتمون رو گذاشته باشیم وسط همین اول کاری، ولی دیگه میشناسم ذهنم و این چیزیه که میخواد ادامه ندی داره اینو میگه. نه من این اومد تو ذهنم، همون اولی که اومد تو ذهنم گفتم اولش خیلی پرتی داشت، ادیت هم میخوره، بیس کارمونه، ما داریم راجع به موضوع کارمون صحبت میکنیم. به نظرم به جز اون تلفنت که زنگ خورد اصلا کات نزنیم بالاخره. چرا نه اولش بزنیم، چون ببین یه عمومی شاید بعدن قرار باشه گوش بدن. من دوست ندارم که بعدن سمت و سوی پادکستمون رفیه وری بیایم اینا رو پاک کنیم، چون بالاخره چرا؟ نه. من میخوام خودمون باشیم. اصلا بحث خودمون نیست. ببین من میگم اگه قراره چیزی عمومی باشه باید یه سری خط قرمزا داشته باشه که تو بتونی توی چارچوبی حرکت کنی. حالا ایناش مهم نیست، ولش کن، بیا بحث این اپیزودو ببندیم. اتفاقا همینا رو میگم بذاریم. میدونیم میخوام خیلی رو باشه، یعنی یه پادکست سازمان یافته یه چیز نباشه، چون خودمونم رفرنسی نداریم، همه چیش تجربی. آخه جنس پادکستمون رو الان ببین طرفی که اومده نمیشناسه اون اولش. خب من اولش شما اینجوری شاید گوش نده، شاید دیگه نه جلوتر اون اولش. اتفاقا اون اولش چون خیلی میدونی رسمی نیست و یه حالت این که آقا ما مثلا اینجوریم، یه ما مثلا بهترین فلانه نداره، یا مثلا چیزی نیست که دست برده شده باشه توش، چون خودمونیم. ببین من اکثرا کسایی که دنبال میکنم یا صحبتاشون رو گوش میدم یا برای من جذابن، مدل طرز فکرشون برای من جذابن، کسایی هن که از خودشون چیزی پنهون نمیکنن، یه چیزایی رو روش روپوش نمیذارن مخفی کنن. کسایی که تمام خودشون رو نشون میدن من خوشم میاد، چون اون باعث میشه که من به این نتیجه برسم خب الان این حرفی که داره میزنه بهش فکر نکرده که الان من اگه اینو دارم میگم به ضررمه به نفعمه فلان. به نظرم کسی 10% خودش هم نشون داد تو خوشت میاد از تمام گذشته دیگه. الان یارو تمام چیزی که خودش نیست رو نشونت میده، یعنی میاد به این فکر میکنه من اینم، خب بیام فکر بهت نشون بدم من اونم. کلا میگم این چون موضوع اصلی ماست، 100 تا شاخه داره این موضوع، بعداً راجع به هر شاخه صحبت میکنیم. فقط اینو بدونیم که آقا قراره بری تو مسیری که نمیشناسی، قراره بری تو مسیری که تاریکه، قراره با ذهنت بری تو مسیر نه با جسمت. ببین تو داری آموزش میبینی، جسمت جای نمیره. مثلا تو الان داری آموزش گرافیک میبینی، توی اون لحظاتی که داری آموزش میبینی ذهنت داره آموزش میبینه، ذهنت وارد مسیره، ذهنت باعث سرانجام کار میشه و اون ذهن به قول تو همیشه استیبل نیست. من الان یهو میبینم که حالم میگیره، مثلا میرم خونه میبینم ای دلم گرفت، کافیه به خودم بگم خب ذهن دیگه الان گرفته، آقا بخوابی فردا اوکیه، یه ذره بهش حق بده ولی نذار ادامه پیدا کنه. نه اصلا ول کن اون لحظه، به نظر من ول کن. من یه سریا میگن آقا دلت گرفت یا آهنگ شاد، نه آقا دلت گرفت برو تو آهنگ غمگین گوش بده، اون 2-3 ساعت قبل اینکه بخوابی بذار بری اون سمتی، اونم نیازه، تاریکی دیدن نیازه تا تو روشنایی رو بفهمی. من با این کامل موافق نیستم ولی مخالفم نیستم. به نظرم آدم باید به خودش حق بده، خب ولی ذهن میگم یه جوریه که اصلا تغییر رو دوست نداره. تو بری تو یه فاز نمیدونم دپی غمگین، ذهن تمام سعیشو میکنه اونجا نگهت داره. اتفاقا همین که بری آهنگ غمگین گوش بدی یکی از چیزاییه که ذهن میذاره جلو رات که تو همون فاز بمونی. این که اون لحظه دوست داری مثلا یه چیزی، ولی اونم باید کنترل شده باشه، یهو نری یه چیزی گوش بدی 2 هفته دپرست کنه، نه دیگه. تو ببین اونم باید کنترل کنه. ذهنی که اون موقع مودش دپه، خب میتونه 4 ساعت دیگه هم مودش بره بالا، یعنی تو هورمون داره تو بدن تشکیل. خیلی ها هستن تو خودت هم فکر کنم باشون روبرو شدی، خیلی ها هستن گیر کردن تو این فاز. نه اونا ببین اونا، یعنی مثلا من آدم میشناسم الان 10 ساله داره فقط آهنگ غمگین گوش میده. نه اونا تجربه‌ای براشون اتفاق افتاد. حرف من چیه؟ حرف من بی دلیل است. ببین الان مثلا من اوکی ام 2 ساعت بعد به هم میریزم بی دلیل. خب اگه ذهنمو بشناسم، ذهن انسانو بشناسم، میدونم که آقا این هورمونایی که توش ترشح میشه یکیش مال همینه. خب همین مثلا اون کسی که میخواد
نمیدونم به خودش اجازه بده اون لحظه آهنگ غمگین دوست داره، نمیدونم فیلم غمگین دوست داره ببینه، قبل از اینکه این کارو بکنه به نظرم باید نسبت به خودش، ذهنیتش، اون اتفاقی که قراره براش بیفته شناخت داشته باشه و یا نه شناخت نداشته باشه این چیزی که میگی بدتر میشه براش. خب میگم اون شناخت یعنی آگاهانه باید این کارو بکنه. یعنی من الان به خودم میگم که مثال میزنم اگه این ناراحتیه نیاز به خواب باشه، خب خستگی باشه، بعد اون آهنگ غمگین خواب باشه، آدم وسط کاراش میبینه احساس خستگی میکنه میخواد بخوابه، خب ولی برای خودش تایم بذاره، بگی من 3 ساعت دیگه بیدار میشم. یعنی مثلا اگر من الان فازم غمگینه، خودمو میشناسم، میگم الان غمگینم، باید به خودم بگم خب اوکی بهت حق میدم الان ناراحت باشی، ولی تا مثلا 3 روز اگه خیلی اتفاق بدی افتاده یا 1 هفته نهایت دیگه، بیشتر از این تو رو از زندگی نندازه اون فاز دپه. مغزت کنترل دست نگیره بگه این کارو نکن، از این عقب بیا، چون میدونی یه سری کارا رو انجام ندادن باعث میشه آدم بیشتر خسته شه. یعنی مثلا من الان هر چقدر بیشتر نمیرم باشگاه بیشتر کسل میشم، نه به خاطر مثلا فاصله از باشگاه، به خاطر اینکه اون کارا رو انجام ندادم، به خاطر اینکه حس میکنم دارم عقب میافتم، به خاطر اینکه اون کارا رو به برنامه‌هام نمیرسم. یه موضوع پا دادن هم اینجا اتفاق میفته. هر جا به هر چی پا بدی اسمش روشه. تو میتونه اون کار کنه پاات بشکنه دیگه نتونی مسیر رو بری. یعنی الان داستان همینه دیگه، به نرفتن پا بدی همون میتونه یه کاری کنه که تو دیگه پاهاتو از دست بدی. یه زمانی هست به دوست داشتن پا میدی، همون دوست داشتن میتونه یه کاری کنه که تو کلا دیگه کسی دوست نداری. این زمانی که شما داری پا میدی بعد ببینی به چی داری پا میدی. یعنی من الان میرم به آموزش پا میدم، این یه چیزیه که نمیتونه منو اذیت کنه، نمیتونه منو خراب کنه، ولی من اگه رفتن و به فست فود پا دادن باشه خب همون اون میتونه من ضرر بزنه. پس بیایم به این فکر کنیم که کلن ذهن من بعدی میخواد، ذهن من چیزای واضح میخواد، ذهن من لذت میخواد، چیزایی که بتونه لمسش کنه میخواد. اما چه لذتی رو باید انتخاب کنی؟ اون لذتی که قراره زندگی تو تغییر بده یا اون لذتی که قراره 5 دقیقه طول بکشه؟ آره، پس کلن به این نتیجه رسیدیم که همه چی تاریک. اون اول میخوایم شروع کنیم، حتی وارد خونه میشی باید بری کلیدو بزنی که چراغا روشن شه دیگه. وارد خونه روشن نمیتونی بشی که. توی مسیرم میخوای بری همینه، توی مسیر جدیدم میخوای بری جنس اون مسیر رو نمیدونی، با یه ذهنی میخوای بری که ناشناخته است، جنس اونم نمیدونی دیگه. اینجا تویی که انقدر باید بدونی، یعنی این دونستنم باید بری که بفهمی دیگه که چی جوریه. اصلا قوی بودن نیست. آقا یکی داره یه مسیر اشتباه رو میره هی میره میگه من چقدر قویم. آقا بدون مسیر اشتباهه، دونستن است، واضح کردن است، روشن کردن است، استمرار است. اصلا قوی باش و فلان باش و اینا نیست. آقا تو امروز شکست خوردی، قوی بودن این نیست که مثلا بری بگی وای من به شکست فکر. آقا برو به شکستت هم فکر کن، اصلا 2 ساعتم بگی بخواب، اصلا غمگین باش. همینه زندگی، همینه ذهن، همینه. ولی به اینم فکر کن که شما چیکار باید بکنی که شکست نخوری. که کل حرف ما این بود که نرسیدن داستان چجوریه، همه بهونه‌های نرسیدنم سعی کردیم بگیم، راههای نرسیدن. آره، مجموعه راههای نرسیدن رو قرار شد بگیم. کل بیس اپیزودهای ما میشه این که چجوری باعث نرسیدن میشه. همه بیس اینا میشه نرسیدن تا فصل عوض شه. نه حالا یه فصل رو بریم به نظرم راجع به این، یه فصل رو راجع به این بریم ببین. الان خیلی چیزا میتونیم راجع به استمرار صحبت کنیم، میتونیم راجع به ابهام صحبت کنیم، میتونیم راجع به چراغ‌های مسیرمون صحبت کنیم، میتونیم راجع به شکست صحبت کنیم، راجع به حال خوب و حال بد صحبت کنیم. خیلی میدونی برای چی میخوام این جاهاشم بذاریم؟ چون ما داریم الان راجع به نرسیدن صحبت میکنیم دیگه. ما خودمونم بعد 5 ماه اومدیم پادکست ضبط کنیم. اینا رو میخوام بذارم باشه تو پادکست که اونی که داره گوش میده ببینه که ما اصلا یه سری تصمیما رو الان داریم میگیریم راجع به پادکست. خب تصمیمایی که اگر قبل از پادکست بود، قبل از اینکه عملگرا باشیم میخواستیم بگیریم، امکان داشت با هم دیگه جر و بحث تمام میشد. من میگفتم این باشه، تو میگفتی این نباشه، آخر سر تمام میشد میره. اصلا کار به ضبط کردن نمیرسید. میخوام اون شخصی که داره گوش میده ایناش هم ببینه که ما الان خودمون داریم یه چیزی رو آزمایش میکنیم. هنوز بعد از این که این همه تجربه نرسیدن داشتیم،
هنوز داریم الان یه چیز جدید رو امتحان میکنیم. مثلا تا الان ما عملگرا نبودیم، الان داریم عملگرا بودن رو امتحان میکنیم. فعلا که نتیجه داده، داریم ضبط میکنیم. الان من دارم میگم راجب نرسیدن یه فصل رو میگیریم، هر چند تا اپیزود شد، ولی ذهن تو داره میگه که نه حالا میامش فکر کنیم شاید نشه، شاید همونم یه تلس به نظر من. حالا فعلا میخوام راجب نرسیدن بگیم آقا شاید 2 تا اپیزود شد، شاید 20 تا اپیزود شد، فعلا قراره این کارو انجام بدیم. شاید خوب نشد اصلا نتونستیم، شاید همین قسمت هم خوب نباشه، ولی ما میخوایم این کارو انجام بدیم. اصلا به هر خوبم نشد میذاریم، به هر شکل قراره ما این کارو انجام بدیم که تویی که بعدن گوش میکنی بدونی که قراره این کارو انجام بدی. ما خودمون اینو داریم امتحان میکنیم، نه سرشو بهش فکر میکنیم، نه تهشو بهش فکر میکنیم، نه اصلا فکر میکنیم، میریم میگیریمش. آخر سرم دیگه حالا نمیتونم قافیه بسازم چون خیلی زشت میشه. امیدوارم که عموم از من راضی باشه. من این جمله رو میخوام انتخاب کنم ته همه اپیزودامون بگم که ما صحبتامون هیچ رفرنسی نداره، هیچ منبع علمی نداره، شما فقط نتیجه خودتو به عنوان یه انسان از تجربیات ما 2 نفر به عنوان 2 تا انسان نتیجه خودتو بگیر، کاری با حرفای ما که مثلا درست یا نیست نداشته باش. اصلا شاید یه سری از حرفای ما از نظر تویی که داری گوش میدی اشتباه باشه، اشکالی هم نداره، فقط امکان داره بعضی جاها هم درست باشه، یه نتیجه خوبی ازش بگیری. من اول صحبتام گفتم درود به اونی که به رسیدن و نرسیدن داره فکر میکنه. تویی که الان اینو تا آخر گوش دادی مطمئناً یه چیزی ته خودت داری که میتونی از همون استفاده کنی، بری ته همه مسیرها رو در بیاری. فقط ازت همینو میخوام که اصلاً به ته مسیر، به سر مسیر، به وسط مسیر، نوع مسیر آقا فکر نکن، برو. الان یه چیز دیگه هم که گفتیم الان داره عملی میشه، لذت بردن از مسیر. خب راجبش صحبت کردیم. الان من خیلی حس خوبی بهم دست داد که امکان داره یه نفر با شنیدن تجربیات مثلا شکستای ما، یا این که مثلا ما یه آدمایی بودیم که هی یه چیزایی امتحان کردیم نرسیدیم نشده، الان داریم یه چیزایی امتحان میکنیم بشه. و همین چیزی که تو گفتی درود به اونی که داره به راههای رسیدن و نرسیدن فکر میکنه، اگر یک نفر باشه که خسته شده باشه، نمیدونم انقدر نرسیده باشه مثل ما، گیر کرده باشه دیگه، اصلا بیخیال حرکت کردن شده باشه، بیخیال حرکت کردن شده باشه، اگر یکی از جمله های ما به اون یه کمکی کنه که دوباره ادامه بده، دوباره به این فکر کنه که چی کار کنه برسه، این خودش خیلی حس خوبیه برای من. یعنی این خودش میشه یکی از لذتایی که من دارم تو این مسیر میبرم، تو اصلا مسیر شاید من کاری نکردم کسی برسه که باز چه خودم برسم، تو برو برس منم میرسم، کاری باری. قربونت، خدا.